درود شنوندگان گرامی، راغبان ادبیات، به توجه شما عزیزان، آثار مکمل یکی از شاعران حوزه ادبی عصر 19 بخارا، شمس‌الدین شاهین، تحت عنوان کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل بشنوید. گفتار 27. شناخت و بزرگداشت گذشتگان ملت یکی از عنصرهای افتخاری وطنداری به شمار می رود. از این رو اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مورد رو آوردن به گذشته فرهنگ ملت در رابطه با درک مقام گذشته و امروزه تاجیکان در گسترش تمدن بشری شایسته تحسین است. دایره ادبی خطلان زمین در عصر 19 و ابتدای عصر 20 شاعران زیادی را به کمال رسانیده است. اکثر آنها در بخارا تحصیل کرده سپس به زادگاه خود برگشتند و به حیات ادبی خطلان وارد گردیدند. ناصح کولابی، حاجی حسین کنگورتی، رحیمی، حاجی محمود خواجه بلجوانی، ملا رجب، میرزا قدم مجرم راغی، مزراب خان خاطری و باز بسیار دیگران از آن جملند. این شاعران در رشد و تکامل ادبیات این دوره حصه بی‌نظیر خویش را گذاشته با آثار گرانبهای خود در بلند بردن ذوق معنوی اهل جامعه تأثیر مثبت رسانیدند. شمس‌الدین شاهین از ستاره‌های درخشان ادبیات فارس و تاجیک آخر عصر 19 می باشد که نام او با واسطه نام پدرش ملا امان که از دانشمندان و مدرسان مشهور بخارا بوده است با نام کولابی علاقمند است. استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک چنین فرمودند: پدر شاهین ملا امان نام کولابی است. از وطن اصلیش به نیت تحصیل علم به بخارا آمده در اینجا توطن و ازدواج کرده. شاهین در بخارا تولد یافته و کسب و کمال نموده است. مسدسات و مخمسات. زینسان که خواهشی دهر جز شور و شر نباشد، بدتر در این زمانه عیب از هنر نباشد. سود متاع دانش غیر از ضرر نباشد. آدم کسی نخواند آن را که خر نباشد. جای روم که گردون بالای سر نباشد، اما چی می توان کرد جای دیگر نباشد. تا کی دهم ز ایام تن در بلای مهنت، بینم ز دهر مهنت اندر قفای مهنت.
هیچم نه آمدی چرخ، راحت بجای مهنت. اکنون دلم گرفت است زین تنگنای مهنت. جایی روم که گردون بالای سر نباشد، اما چی می توان کرد جای دیگر نباشد. چون اعتباری گیتی سرمایه ملال است، هر دولتی که آید آماده زوال است. امید راحت از دهر اندیشه محال است. این یک دو روزه هستی خواب است یا خیال است. جایی روم که گردون بالای سر نباشد، اما چی می توان کرد جای دیگر نباشد. تا کی به وعده شیر شیرین دهد فسونم، چون کوهکن کشاند در پای بی ستونم. وانگه کش آید از دل بر دیده جوی خونم. کو توشه که اقبال آه زند برونم. جایی روم که گردون بالای سر نباشد، تا بر سرم از این زال زخمی دیگر نباشد. اکنون که تاری من صبحم تمام شام است، عیشم همه ملال است. هر دولتی که بینم آماده زوال است. در دهر با چنین حال بودن بس محال است. جای روم که گردون بالای سر نباشد، از ناس اختران را بر من نظر نباشد. با فضل و علم و دانش چون شهره گشت نامم، از رشک ریخت گیتی زهری حسد بکامم. دوران غباری اندوه افکند در مشامم، صبح امیدم این دم شد تیره تر ز شامم. جایی روم که گردون بالای سر نباشد، تا زخمها بجانم زان کینور نباشد. شاهین به اهل دانش بیش است جوری گردون. هر کس که دانش آموخت تا هست می خورد خون. اکنون ز اهل فضلم بشمرد بختی واژون. می بایدم کشیدن زین ورطه رخت بیرون. جایی روم که گردون بالای سر نباشد، شاید ز دشمنی فضل آنجا اثر نباشد. دوش می آمد به چندین عشوه آن نازآفرین، از دو سو افکنده بر رخسار زلفی عنبرین. کرده چشمش از پی دل بردن خلق کمین، گفت چون دیدش به ناگه زاهد خلوت نشین. چشم اگر این است و
زلفین است و ناز و عشوه این. الوداع ای زهد و تقوا، الفراق ای عقل و دین. می نماید گرچه من از پیشه رندی مرا، گاه فکری زهد و گه اندیشه تقوا مرا. لیک چون بیند جنون سرگرمی این معنی مرا، می دهد از رهزنی تلقین این دعوی مرا. چشمگر این است و زلفین است و ناز و عشوه این. الوداع ای زهد و تقوا، الفراق ای عقل و دین. من که دستم در خمی آن زلف خم در خم زنم، حاش لله بعد از این از زهد و تقوا در زنم. سر به سر آیین عقل و رسم دین بر هم زنم، هرچی پیش آید بجز حرفی محبت کم زنم. چشم اگر این است و زلفین است و ناز و عشوه این. الوداع ای زهد و تقوا، الفراق ای عقل و دین. بارها گفتم که ترک پیشه مجنون کنم، عشق آن لیلی وش از کانون دل بیرون کنم. قامتی همچون الیف از بار تقوا نون کنم، چون نیارم از محبت توبه کردن چون کنم. چشم اگر این است و زلفین است و ناز و عشوه این. الوداع ای زهد و تقوا، الفراق ای عقل و دین. بود زاهد پیش از این از حال شاهین در شگفت، تا چرا نقد دل و دین را به غارت داد مفت. شکر لله گشت روشن با وی این رازی نهفت. دید چشم و زلف و ناز و عشوه آن شوخ و گفت. چشم اگر این است و زلفین است و ناز و عشوه این. الوداع ای زهد و تقوا، الفراق ای عقل و دین. دوش بهر پرسشی من آن بتی عالی جناب، آمد از زلفی مسلسل بر رخ افکنده نقاب. ساعتی نگذشته همچون زلف خود در پیچ و تاب، خورد جامی می پیاپی شد ز تأثیری شراب. تب برآورد ماه تابانم بشد حالم خراب، مثل مه بود در حرارت گشت اکنون آفتاب. ای فلک رحمی که آن نازآفرین بی تاب شد، پیکری سیمین او در لرزه چون سیماب شد. بختی بیدارم چو چشمی مست او در خواب شد، از شنیدنهای افغانش دلی من آب شد. تب برآورد ماه تابانم بشد حالم خراب، مثل مه بود در حرارت گشت اکنون آفتاب. ای طبیبی مهربان
فکری مداوا کردنیست. نسبت با او از این تقریب پیدا کردنیست. خویشتن را در حریم وصل او جا کردنیست. حسن او از تب دو بالا شد تماشا کردنیست. تب برآورد ماه تابانم، بشد حالم خراب. مثل مه بود در حرارت، گشت اکنون آفتاب. طاقتم شد طاق از بیماری آن گلبدن. رفت عقلم از سر و صبر از دل و روح از بدن. از غمی بیماری او در تنی من جانی من. بر سری بالین او سوزد چو شمع اندر لگن. تب برآورد ماه تابانم، بشد حالم خراب. مثل مه بود در حرارت، گشت اکنون آفتاب. همچو شمع از غصه بیماری آن سیم تن. گاه در خلوت همی سوزم، گهی در انجمن. نی مرا در دل شکیباییست، نی راحت به تن. ای خدا را لطف و رحمی کن به حال یاری من. تب برآورد ماه تابانم، بشد حالم خراب. مثل مه بود در حرارت، گشت اکنون آفتاب. یار بیمار است و من غمگین، نمی داند کسی. قصه پرغصه شاهین، نمی داند کسی. یک قلم رنجی منی مسکین، نمی داند کسی. مردم از درد و غمش، لیکن نمی داند کسی. تب برآورد ماه تابانم، بشد حالم خراب. مثل مه بود در حرارت، گشت اکنون آفتاب. مرثیه مسدس. در سرلوحه این مرثیه ها کاتب چنین آورده است: دو فرزند دلبند امیر عبدالاحد در یک روز فوتیده، خود امیر از غایت سوز و گداز به مرثیه آنها این بیت را گفته: یک سو فراق احباب، یک سو ودای جانان. یاران چه حال بر من، یک روز دو مصیبت. شاهین به یک مخمس و یک مسدس و یک غزل این شهبیت را به مرثیه شهزادگان تضمین می فرماید. ما نیز این مرثیه ها را به همان ترتیبی که در نسخه قلمی آمده است آوردیم. دردا که عهد بشکست، دورانی سوست پیمان. برد از کفی امیدم دو دانه در غلطان.
تر کرد خون اشکم از دیده تا به دامان. هر سو که رو نماید آید غمی فراوان. یک سو فراق احباب، یک سو وداع جانان. یاران چی حال بر من، یک روز دو مصیبت. تا آن 2 ماه پاره رخت از جهان ببردند. یک سر فروغ بینش از دیدگان ببردند. افغان خلق عالم بر آسمان ببردند. کلفت به دل فزودند، راحت ز جان ببردند. یک سو فراق احباب، یک سو وداع جانان. یاران چی حال بر من، یک روز 2 مصیبت. داغم که دوری گردون با کس وفا ندارد. کاری به مستمندان غیر از جفا ندارد. با جوری او تفاوت شاه و گدا ندارد. درد به جانم انداخت گویی دوا ندارد. یک سو فراق احباب، یک سو وداع جانان. یاران چی حال بر من، یک روز 2 مصیبت. زین ظلم و زین تطاول ای روزگار شرمی. ای کینه جوی رحمی وی نابکار شرمی. آخر کی گفت ای چرخ از کس مدار شرمی. گر شرمت از کسی نیست از شهریار شرمی. یک سو فراق احباب، یک سو وداع جانان. یاران چی حال بر من، یک روز 2 مصیبت. شاهین لطایفی این یک یک نمود ادراک. تا کز لطیفه گشت واقف به حسن سیرت. دامانی بی قراری بر کف گرفت وان کی گفت از برای تاریخ. یک روز 2 مصیبت. یک سو فراق احباب، یک سو وداع جانان. یاران چی حال بر من، یک روز 2 مصیبت. زالی سپیر هر صبح جعدی سپید وا کرد. سوسن کبود پوشید گل پیرهن قبا کرد. شبنم گریست و بلبل در باغ نوحه ها کرد. شاهین هر آنچه کردند یک یک به جان ما کرد. یک سو فراق احباب، یک سو وداع جانان. یاران چی حال بر من، یک روز 2 مصیبت. در خون جگر همچون حباب است دل ما.
در خون جگر همچون حباب است دل ما. از نیم نفس آهی خراب است دل ما. از نیم نفس آهی خراب است دل ما تا بی طفل شعله‌ای رخسار نداریم. از یک نگهی گرم کباب است دل ما. از یک نگهی گرم کباب است دل ما. تا از نظری مرحمتی یار فتادیم. تا از نظری مرحمتی یار فتادیم. چون شیشه خالی زی شراب از دل ما. چون شیشه خالی زی شراب از دل ما. آسوده ز طوفان کناریم در این بر. مانندی صدف در تهی آب است دل ما. رفیقان همه رفتند به منزل. فریاد که شد روز خراب است دل ما. خساب صدف سوز که در پرده غفلت خساب صدف سوز که در پرده غفلت. عمریست که در زیر نقاب است دل ما. عمریست که در زیر نقاب است دل ما. شنوندگان ارجمند، شما گفتار 27م را
از روی کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان گفتار شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. تا برنامه‌های دیگر روح بالیده، خاطری جمع و تندرستی تمنا می‌کنیم.